بیایید به ҷангал баргардем. چرا برای ما نیست؟ در بین شهری‌ها چنین کرته‌ای زیبا مثل من هیچ کس ندارد. چرا ما حقیقتا کوشش نکنیم؟ رفتیم شهر رو تماشا کنیم. خیلی صدا بلند است. آنها به کجا می دوند؟ و ما را پی هم نمی برند. همه به مسکرد به نزد ما درآید. خیلی شوق‌آور می شود. برای بهترین نقاب جایزه اساسی سفر به نوروز. با تربوز؟ تربوز شوق‌آور نیست. من هیچگاه این کلمه را نشنیدم. با من باشد گویا کلمه نو شنیدم، اما من هیچگاه این کلمه را نشنیدم. همه اینها حتما جایزه میگیرند. شیرپوست‌ها اونها مثل حیوان‌های حقیقی هستند. هیئت داوران اجرای اعلای لباس‌های ساکنان جنگل، خرس، ربوҳ، زرگوش و خورپوشتک را خدر کرد. به تمام این گروه سرتیفیکت برای سفر به دوشنبه به جشن نوروز تقدیم می شود. شما نمیخواهید نقاب را بردارید؟ نه من نمیخواهم. سیر بماند. این خیلی شوق‌آور است. آیا ممکن است با من مهر بریان دهید؟ البته ممکن. حاضر میارم. حاضر شما را به مهمانخانه میبرند. کمی استراحت میکنید و بگاهی ما به تماشای شهری ادامه میرویم. و ما بعد میفهمیم که نوروز در کجا میسبزد. میسبزد؟ نوروز نام قدیمترین جشن آمدن بهار در جهان است. خوش آمدید به عید نوروزی تاجیکان.
تو باشی میگفتی تربوز تربوز.